از این دستگاه مردم اینترنت میگیرند. باید بسته دلخواه را انتخاب کنید و بعدی پرداخت تلفن خود را با وای فای آن پیوسته تا 30 متر به اینترنت راه یابید. بعد که در نزد دانشگاه کشیده شد، برای ما بسیار قلای غلطید که با مبلغ 1 سومانی 100 مگابایت اینترنت میگیریم. ما در وقت درکاری بسیار هم برای ما قلای. این دستگاه با شرکت آشنا گروپ تعلق دارد که منسوب به پسری بیگ صبور رهبری خدمات علاقه تاجیکستان است. باید گفت چند ماه قبل با ابتکار نهادی تابع او وای فای در تاجیکستان تنظیم شد. دیگر کسی در تاجیکستان به اجازت نامه خدمات علاقه نباید به کسی از طریق وای فای اینترنت بدهد. این دستگاه همگی چند روز پیش نصب شده باشد هم جوانان زیادی را به خود جلب کرده است. در مقدار 10 سومانی ما 1 گیگا مگابایت میگیریم. چند سومانی خوی تنگه خطی هم گرفته میشود. جای تنگه اندازی هم هست میگیریم. 50 درهم در 50 مگابایت میتیاد. در 20 درهم 20 مگابایت هم چقدر گیری هم خیلی میتونه. در تاجیکستان تا به حال به این شیوه اینترنت را به مشتری ها نمی فروختند. معمولاً ساکنان از شرکت ها بسته های اینترنتی می خریدند و از تلفن به اینترنت می پیوستند یا به مکان های می رفتند که وای فای رایگان داشت. عادتاً برای اینترنت در 1 ماه 50 سومن استفاده می کردیم. 50 سومن دادند ما اینترنتی به لیمیت برای 1 ماه می گرفتیم. ولی ما آن را نه آنقدر استفاده میبریم برای اون که اکثرا موادی که به ما لازم میشد از کتابخانه دسترس میکنیم. حتی اگر در 1 روز 100 مگابایت هم استفاده بریم، هر روز آمده 1 سومانی 100 مگابایت هم گیریم، برای ما ارزان میشود، بسیار هم ارزان میشود. دستگاه نه تنها وای فای ارزان پیشنهاد میکند، بلکه استفاده برندگان آن همزمان برابر استفاده از سایت های مختلف تلفن های خود را نیرو هم میدهند. در مدت کوتاه کاربری آن را جوانان از خود کردند. وای فای که گیریم کردیم در اینجا میمونه. بعد وقتی وای فای این را که یافت بالایش از زیر میکنیم، رجیستراسیون میشه. وقتی رجیستراسیون شد بعد ما دایشان میتیم و مبلغ میگذاریم. وقتی مبلغ گذاشتیم در همین وای فای ما مثلا ما در دوست میتیم. طبق آمار رسمی شماره استفاده برندگان اینترنت در تاجیکستان نزدیک به 3 میلیون نفر بوده است، ولی از این شمار قسمتی کمی استفاده برنده فعالند.